وقتی مریض دارم همراه مریضا کنجکاو میشن که این دستگاه اسمش چیه، کارش چیه، اون یکی دستگاه چیه، این رنگ زرده یعنی چی، سبزه یعنی چی. من واقعا وقت ندارم اینا رو توضیح بدم. حالا بیا تا این دستگاه اون رنگه رو بهت بگم. به این دستگاه ونتیلاتور یا تهویه مکانیکی میگیم. برای بیمارایی که راه هوایی مصنوعی دارن و رطوبی نمیتونن نفس بکشن، از این دستگاه برای دادن تنفس مصنوعی استفاده میکنیم و از این رابط که بهش خودتون میگم به بیمار وصلش میکنیم. دستگاه مانیتور برای چک علائم حیاتی بیمار، تعداد ضربان قلب، فشار خون، میزان اکسیژن خون و تعداد تنفس. دستگاه ABL که از طریق نمونه خون بیمار وضعیت تنفسی چک میشه. مانومتر اکسیژن برای مریضایی که نیاز به اکسیژن دارن. دستگاه ساکشن برای مریضایی که نیاز به ساکشن